دیگه مرز جنجالی ما و مرز درازی ما که 2420 کیلومتر گفتم اگه اشتباه نکنم میان پاکستان و ایران است که برای مرز دوریند یا خط فرضی دوریند یاد می شود. حاکمان ما همیشه این خط فرضی دوریند میگیرن ولی در جوامع بین‌المللی را به عنوان مرز میدانند که او توسط هنری مورتیمر که رئیس امور خارجه هند برطانوی و رئیس هیئت مذاکره‌کننده از طرف حکومت هند بود در اواخر سپتامبر 1893 با امیر عبدالرحمن خان یک توافقنامه را امضا کرد که مرزهای شرقی و جنوبی افغانستان را با هند برطانوی و وقت پاکستان وجود نداشت تعیین بکنند. از اینجا این داستان شروع میشه و از اون قرارات شروع میشه که مرزها را تعیین بکنند. اما بعد قبل از او هم در تعیین این مرزها، قبل از امیر عبدالرحمن خان در تعیین مرزها، امیر خانواده سدوزایی، شاههای سدوزایی این نقش داشتند که به عنوان یک مرزی که یعنی تقریبا نانوشته شده و شناخته شده باشه معاهدات وجود داشت تا این زمان که از جمله شاه شجاع است که در توافقنامه 18 ماده‌ای 3 جانبه به نام توافقنامه 18 ماده‌ای 3 جانبه که در لاهور امضا شد در تاریخ 25 جون 1838 میلادی که میان او و رنجیت سنگ پادشاه پنجاب در دولت هند برطانوی و مکناتن نماینده حاکم بریتانیا امضا شده که مابین حاکم بریتانیا و رنجیت سنگ پادشاه پنجاب و شاه شجاع امضا شده که مرزهای جنوبی و غربی افغانستان اونا تعیین کردن که همون زمان این توافقنامه منجر به تجزیه افغانستان شد که یعنی بخشایی را که ما اون طرفی خط دوریان چی داریم این بخشا را در اون زمان تجزیه کردن. بعد از او سردار دوست محمد خان به یک معاهده امضا کرده به نام معاهده جمرود که او ولیعهد خود غلام حیدرخان در تاریخ 30 مارچ 1855 روان کرده و با سرجان لارنس گورنر جنرال پنجاب در زمان استعمار انگلیس این مرز به نام معاهده جمرود امضا کرده که باعث شد که مناطقی راست ساحل هند و بلوچستان امروزی که در خاک پاکستان است اینها به هند وقت تسلیم داده شود. سردار دوست محمد خان. سوم محمد یعقوب خان و معاهده گندمک است که محمد یعقوب خان از نواسه های دوست محمد خان بود و در یک توافق 10 ماده‌ای معاهده گندمک با سر لوئیس کیوناری نماینده سیاسی انگلیس امضا کرده که علاقه کرم جاجیره به یک بخشاشه و دره حسناک خیبره تا کناره شرقی هفتچا لندیکوتل که این مناطق است که ما در جوانی گشتیم همشه دیدیم. این مناطق از افغانستان تحت حمایه یا در سیطره هندی امروز قرار بوده. داخل هم حبیب الله خان و معاهده لویدین است و امیر حبیب الله خان پدر امان الله خان که بعد از فوت امیر عبدالرحمن خان معاهده دیورند پایان یافته حساب میشد چون امیر که خودش نبود دیگه این معاهده به هر دلیلی که بوده مورد اعتبار نبوده. از امیر عبدالله خان خواستن که معاهده را انگلیس ها خواستن که تجدید بکنه و را قبول بکنه. امیر شکل نانوشته شده شفایی گفت که برو من معاهدات قبول دارم این سرزمین باشه با این دمی تقسیمات فعلیش ولی رسما من امضا نمیکنم. اما باز روایت است که امو اجدل که 1,800,000 کلدار هندی او زمانه که به این سالانه کمک میکردن و همچنان فروشی اسلحه یا ترانزیت اسلحه که بر افغانستان می آمد از طرف هندی برطانوی ایرا انگلیس ها با این رئیس یک فشار منع کردن و پول ندادن. 1 سال 2 سال که پول ندادن باز امیر عبدالله خان مجبور شد که امو لوئیس دبلیو دین را به کابل دعوت کنه که سکرتر جنرال وزارت خارجه هند انگلیس در هندوستان بود اون را دعوت بکنه به کابل و معاهده دین لویی به نام دین لویی معاهده را امضا بکنه که تاریخش از 21 مارچ 1905 که امضا شده و همین خط دیورند از دوباره ای بعد از زمان پدرش تمدید کرده. خب این بود از خط دیورند. مرزهای شمالی افغانستان اگرچند که مرزهای شمالی افغانستان تا به آخری که روسیه تزاری که آسیای میانه را اشغال کرد و تحت سیطره خودش در آورد اون مرزها زیاد تعیین نبود
مردمان دو طرف میرفتن با هم می آمدن، بعضی وقت در جنگ، بعضی وقت در صلح. این گپا و خانهای محلی یا حاکمای محلی امیرا اما مرزهای خود تعیین میکردن و موقتی چی نبود. ولی بعد از اینکه روسیه تزاری با سرزمین ها مسلط شد، اونها در صدد از این بودن که مرزهای روسیه او زمان تعیین بکنن و مشکلی که با انگلیس ها داشتن. با این منظور وزیر خارجه انگلستان لورد گرینویل و وزیر خارجه روسیه تزاری پرنس گورچکوف که به خاطر تثبیت مرزهای افغانستان و روسیه تعیین شدند که در سال 1873 میلادی مطابق با 1290 هجری شمسی اینا به موافقه رسیدند با مرزهای شمالی افغانستان روی کاغذ تثبیت کردند که در اون تثبیت اول بدخشان امروزی که خاک تاجیکستان دارن، بدخشان کوهستانی یاد میشه و بدخشان خود مختار میشه در تاجیکستان، این خاک افغانستان بود. بعدها در جریان تاریخ بازی را براتون میخوانم که امیر عبدالرحمن خان وقتی که به حمایت روسیه امو زمان یا روسیه تزاری امو زمان که آمد دوباره در افغانستان حاکم شد، نیروهای نظامی افغانستان در بدخشان کوهی امروزی بود. بعد از چند سالی نیروها را بیرون کشید و ایره توفه به روسیه تزاری داد و یک بخشی افغانستان در شمال مربوط روسیه شد و مثل خط دویران یک بخش دیگر افغانستان منقشی شد که امیر عبدالرحمن خان در سال 1880 مطابق 1297 به اقتدار رسیده و با انگلیس او زمان و روسیه تزاری با موافقه رسیدن که یک هیئت مشترکی سه جانبه تعیین بکنن و در نوامبر سال 1884 در سرخس امروزی که سرخس که یک نصف سرخس فعلا در خاک ترکمنستان است، نصف سرخس در خاک ایران است، در اینجا حاضر شدن و باز همونجا بود که در زمان امیر عبدالرحمن خان که اساکیری پیش از اینکه هیئت اینجا حاضر شود اساکیری روسیه تزاری آمدن 15 و یک بخشای خاک افغانستان گرفتن اونجا پایگاه زدن که دیگه امیر جرأت نداشت که بگه که شما با مرزهای ما پیش آمدید. مثل که امروز همسایه‌های ما با استفاده از وقت 5 کیلومتر 10 کیلومتر تا 35 کیلومتر خاک افغانستان هم در طرف ایران و هم در طرف پاکستان پیش میروند با استفاده سو از ظرفی حکومت‌های افغانستان که در 1885 15 واقعا توسط اساکر روسی اشغال شد و خب با در جنگ شد که بحثی ما در این نیست. خب تا بالاخره در 1887 یک پروتکل 6 فقره‌ای به امضا رسیده که با اساس از او مرزهای شمال غربی که به نام خط رجوی یاد میشد توسط هیئت تزاری و هیئت انگلیس کاپیتان کامروف و چارلز یید هر دوشون نام داشتن، ایرا برای مدت 4 سال به طول 560 کیلومتر از دره ذوالفقار تا خماب توسط یک خط کوتاه ایرا تعیین کردند. بعدش هم به اساس قرارداد امضا شده میان وزیر خارجه روسیه و سفیر افغانستان در مسکو مولوتوف و سلطان احمد شیرزوی وزیر خارجه افغانستان بوده، در سال 1325 یک خط وسطی مابین اتحاد شوروی سابقه را یا روسیه سابقه را دریای آمو قرار دادن که به این اساس بخش‌های در شمال شرق در بدخشان اینها اونجا باز هم در خاکی از اونها باقی ماند و افغانستان ناقص شد. در 4 جوزای سال 1336 مطابق 1958 میان روسیه و افغانستان قراردادی امضا شده که به مرزهای میان دو کشور امضا رسید و در سال 1342 هجری شمسی مطابق 1964 مورد استفاده قرار گرفت. مرز که تا امروز این مرز باقی است. یعنی خلاصه بود که در این ویدیوی مرا شما به عنوان مقدمه قبول بکنین که ما وقایع تاریخی را تا هنوز داخل نشدیم، صرف مسائل جغرافیا را، مسائل تعیین مرزها که چگونه تعیین شدن با بزرگوارتان در ویدیوهای ابتدایی ما را از کمی ها و کاستی ها ببخشین اگر جای اشتباه شده بوده در اثر بی تجربگی و نبودن ما در یوتیوب است که انشاءالله در آینده اصلاح می شود. شما کمک بکنین، لایک بکنین، سابسکرایب بکنین و همچنان ویدیوها را نشر بکنین که ما تشویق شویم که خدمات با شما همیشه شریک بسازیم. تشکر، یک جهان ممنون، خداحافظ.